At the FFTG Awards, we honor many. A real-life tale that outshined the rest. This is the best documentary film of the fest. And the winner is A Pine, 100 Sparrows, directed by Hashim Mortazavian from Iran. سلام به همه، سلام از ایران. من هاشم مرتضویان هستم، تهیه کننده و کارگردان فیلم مستند یک کاج 100 گنجشک. امروز با افتخار فراوان و قدردانی عمیق جایزه بهترین فیلم مستند جشنواره FFTG 2024 رو میپذیرم. فیلم من روایتی است از ویرانی‌های جنگ، مهاجرت اجباری و تأثیرات عمیق اون به ویژه بر روان و دنیای کودکان. جا داره که از همه همکارانم که با صداقت و تعهد در کنارم بودن صمیمانه سپاسگزاری کنم. همچنین از دبیر و هیئت محترم داوران بابت حمایت از سینمای مستقل و تأمل برانگیز ایران سپاس ویژه دارم. مایه افتخار ماست که عضوی از خانواده FFTG هستیم و امیدوارم که این فیلم همچنان دیده، شنیده و طنین انداز باشه. هاشم مرتضویان، مستندساز. Reviewed by We, The Chosen Ones, a curated international grand jury of filmmakers from around the world. They've lived the journey, they felt the instinct, and now they've chosen the stories that live on. This is not just judging, this is destiny in motion. They stood beside the bold, the brave, and the beautifully told. This is the FFTG Awards Film Fest.